برنامه‌های دستگاه دولتی داره میره رو شبکه اینترنت که به راحت اینترنت ها مثلا مسدود میشه. اینو از دستگاه دولتی دارن شروع میکنن برای اینکه اون چیزی که باقی میمونه دست مردم رو گوشی‌ها دیگه خیلی راحت بتونن اینم اجرا کنن. برنامه‌ها مختل نمیشه، خدمات مردم مختل نمیشه وقتی میره رو شبکه اینترنت. بنابراین اون چیزی که اگه یه بار این محدودیت رو اجرا بشه، اون چیزاییه که خیلی کشور رو مختل نمی‌کنه ولی مردم رو محدود میکنه. من چون میبینم دارن این چیزها هی پیش میرن، خیلی خاموش داره پیش میره، شبکه‌های داخلی دارن میرن رو اینترنت، بعد محدودیت‌های اینترنت‌های ادارات بسته شده، حالا اداره ما که اینطوریه، میبینم که داره خیلی خاموش و لایه لایه پیش میره، بعد اون کار نهایی رو خیلی ساده تر میتونن انجام بدن. اینه که من اصلا خیالم راحت نیستش که بشه مثلا شاید به تأخیر بشه انداخت، ولی ظاهرا برنامه‌ای هست که به هر حال مصممه. باید یک جوری مضر بودن این قضیه رو برای حیات کشور نشون داده بشه، حتی برای خودشون هم ضرر داره این. خواهش میکنم، خیلی ممنون. بله در واقع این یک ایده بد هست که داره به بدترین شکل اجرا میشه. تو هر دو تا اسکوپش میشه بحث کرد و صحبت کرد، همین که چرا ایده بدی هست، همین که چطور داره به بدترین شکل همون ایده بد هم اجرا میشه. یعنی حتی اون ایده بد میتونه به شکل بهتری هم اجرا بشه، ولی حتی طوری داره اجرا میشه که به اهداف خودشون هم بعیده برسن، ولی هزینه‌ها و ضربه‌های بزرگی رو میتونه بزنه. با این حال ما امیدواریم که همچنان این فعالیت‌ها ادامه پیدا کنه و تعداد امضاها، تعداد بیانیه‌ها، تعداد در واقع محتوایی که منتشر میشه خیلی 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 بیشتر از اینها بشه که حداقل نادیده گرفتنش خیلی سخت‌تر بشه و حداقل اینکه توی تاریخ ثبت بشه که توی این نقطه چه خیانت بزرگی داشته اتفاق میافتاده و مردم به چه شکل‌های خلاقانه‌ای و نجیبانه‌ای و خشونت پرهیزی در مقابلش ایستادگی کردن. در خدمت خانم اعرابی یا عربی، من دیگه فکر می‌کنم باید فامیلا رو خورده با احتیاط بیشتری بخونم. هستیم در خدمتتون. بله خواهش میکنم. سلامی چوبوی خوش آشنایی به قول حافظ. و همینطور که توی این شعر از گذشته اومده، در تمام ادبیات ما اومده، ارتباط نقش درجه یکم داره در تمام پروسه های اجتماعی. من بحثمو خیلی کوتاه میکنم چون خانم فاریابی عزیز چند تا از نکته های مهمی که من میخواستم بگم و فرمودن در باب مقایسه محدودیت هایی که قبلا بوده و الان در مورد اینترنت ما داریم.